قاتل بیرحم 2 نفر بخشیده شد. ولی توی دادگاه حساس و پشت درهای بسته، یکی از مرموزترین پرونده های جنایی واقعی ایران، حتی خبرگزاری‌هایی مثل میزان چند ساعت بعد خبر رو حذف کردن. همه چیز با 2 جسد مشکوک شروع شد. اردیبهشت 1402 یه زن گریون 2 مرد جوان رو به بیمارستان شرق تهران آورد. چشماشون بیرمق بود و چند ساعت بعد راهی سردخونه شدن. ولی چرا؟ دشمن مشترکشون کی بود؟ یا پایه یه معمای قتل واقعی و جنجالی وسط بود؟ توی کانال بازجویی مستند ما خلاصه مهمترین پرونده های جنایی واقعی و جنجالی رو براتون میگیم. تا سریعتر همه جزئیات رو بشنوید. سابسکرایب یادتون نره، چون هر پرونده یه راز شوکه کننده داره. حوالی ساعت 4 صبح 2 مرد جوون نیمه جون رو به اورژانس رسوندن. اول فکر کردن مسمومیت الکلیه، ولی جواب آزمایش ها حقیقت تلختری رو لو داد. تو خونه صادق 37 ساله و رامین 28 ساله رد سم ناشناخته‌ای پیدا شد. اینجا بود که پلیس وارد ماجرا شد. 2 جنازه، یه سم مرموز و یه سوال بزرگ: چه کسی خواسته این 2 نفر بمیرن؟ مامورای آگاهی که رفتن صحنه جرم، همه چیز عادی به نظر میرسید. یه خونه ساده، شام نیمه خورده روی میز، لیوان‌های خالی و بطری مشروب روی زمین. ولی زیر این آرامش بوی مرگ و جنایت هولناک پیچیده بود. اولین قربانی رامین بود. خیلی زود تسلیم مرگ شد. صادق ولی 2 روز تو کما جنگید و بعد جون داد. تحقیقات این پرونده جنایی واقعی از همون لحظه شروع شد. بازپرس پرونده سراغ خانواده، دوستان و همسایه ها رفت تا مظنون ها رو شناسایی بکنه، ولی همه یه چیز مشترک میگفتن: رامین و صادق 2 تا از آرومترین کاسبای بازار بودن. نه دشمنی داشتن، نه بدهی یا حاشیه‌ای. بازجویی ها هیچ سرنخی از انگیزه این قتل معماگونه نشون نمیداد. پس چرا این جنایت هولناک اتفاق افتاده بود؟ پلیس ولی میدونست هیچ قتلی بی انگیزه نیست. نکته عجیب تر ماجرا، نازنین همسر صادق اون شب تو مهمونی نبود. میگفت رفته پرند مادرش رو ببینه و نمیخواسته تو مهمونی مجردی مردونه باشه. یه حرکت به نظر عادی، ولی بازپرس کارکشته وقتی صادق تو کما بود همه رفتارهای نازنین رو زیر نظر داشت، چون خونسردیش بیش از حد به نظر میرسید. پلیس حد زد شاید نفر سومی باشه: خیانت، رابطه پنهانی یا جنایت خانوادگی. ولی اگه اختلاف زناشویی انگیزه بود، پس چرا رامین هم کشته شده بود؟ با بررسی تماس‌ها و رفت آمدها این فرضیه به کل کنار گذاشته شد. نازنین هیچ رابطه مشکوکی نداشت، ولی با این حال مظنون اصلی پرونده جنایی واقعی بود و همه زیر نظرش داشتن. بازجویی‌ها ادامه پیدا کرد و هر بار که بازپرس سوال می‌کرد تناقض‌های نازنین بیشتر می‌شد. این تناقض‌ها شد دلیل رصدخونه و وسایل شخصیش و همونجا بود که معمای قتل واقعی بالاخره روشن شد. کارشناس دیجیتال تو گوشی نازنین یه فیلم پیدا کرد، فیلمی که همه رازها رو لو داد. صادق و رامین تو رابطه فراتر از دوستی بودن، یه مدرک تکون دهنده. حالا نه تنها راز قتل معماگونه روشن شد، ارتباط پنهانی 2 مرد هم به بدترین شکل افشا شد. نازنین مجبور شد اعتراف کنه. میگفت مدتی بود رفتارهای عجیب صادق و رامین رو دیده بوده. بارها تو مغازه غافلگیرشون کرده و دیده بوده که دستپاچه از هم فاصله میگیرن، ولی شک‌هاش اونقدر زیاد شده بود که دوربین‌های مغازه رو بررسی کرد. نازنین فهمید هر روز دوربین‌ها توی ساعت مشخصی خاموش میشن، ولی یه روز دوربین خاموش نشد و همون صحنه همه چیز رو روشن کرد. رامین و صادق با هم وارد اتاق پروف شدن. برای نازنین این فقط خیانت و جنایت خانوادگی نبود، غرورش، عمر جوونی شکسته شده بود. اینجا بود که همه چی تو ذهن نازنین فرو ریخت و نقشه مرگبارش کلید خورد. 1 ماه تمام سناریوهای مختلف میچید اما میترسید. ولی وقتی خبر مرگ چند نفر تو کرج به خاطر مشروب تقلبی داغ شد، یه جرقه تو ذهنش زد. نازنین فکر کرده بود اگه شوهرم و رامین با مشروب مسموم بمیرن، همه فکر میکنن کار مشروب تقلبیه. عصر همون روز سم رو تو بطری مشروب ریخت، سفره شام رو چید و از خونه رفت. ولی اونقدر کینه داشت که وقتی حال شوهرش بد شد حتی جواب تلفنش رو هم نداد. صادق مجبور شد مادرش رو خبر کنه و اونها رو نیمه جو به اورژانس ببره. بعد از اعتراف‌ها و بازسازی‌های صحنه جرم، نازنین راهی زندان شد و پرونده به دادگاه رفت. دادگاهی که پشت درهای بسته برگزار شد. اولیای دم صادق گذشت کردن، شاید به خاطر آبرو، ولی خانواده رامین قصاص می‌خواستن. البته بعد از مذاکرات طولانی اونها هم با دیه راضی شدن. حکم نهایی چند سال زندان و پرداخت دیه. تو کامنت ها بگین حق نازنین قصاص بود یا بخشش،
شد این پرونده جنایی واقعی و جنجالی ایران یه سوال بزرگ رو جلوی همه گذاشته.